تن حضرت استاد شما کی است که شما را تربیت کرده است که چنین بزرگ گردیده، چنین بزرگ گشته؟ این شخصیت چی جواب گفتن؟ گفتن استاد من یک غلام است. سبحان الله. امروز غلامداری نیست بین ما برادر. زمان پیش مردم مثل غلام بر این می خریدن، مردم می بردن کارشون می فرمیدن، اختیارش در خودش نبود. بیچاره مثل مال بر این، مثل حیوان بر این فروخته می شد. الحمدلله که در دور زمان ما غلامداری نیست. از حضرت پرسیدم، گفتن حضرت استاد شما کی است؟ گفت استادم یک غلام است. گفتن چی نوع غلام؟ گفت من در وقتش دارنده بودم، بای بودم، بازار غلام خری رفتم در بین مردم نگاه کردم، یک غلام خیلی بلند قامت بزبله. میگه نگاه کردم گفتم هر جا کرده بزبله هست، بلند قامت است، این بسیار کارگر است. در اصل انسانی میده جنس در کارم قبول نمیکنه، میگن ستیل برداشته نمیتونه، رسوارد میگن چی میگن برداشته نمیتونه. میگه قبول کردم، گفتم اینا من میگیرم. نزدش رفتم، گفتم ای غلام من تو را خریداری میکنم، من تو را میخرم، آیا نامی تو چی هست؟ چی نام داری؟ میگه غلام گشت به سوی من گفت که هر چیزی که بگویی، هر چیزی بگویی نامم همون است. میگه گفتم ای غلام من تو را میخرم، خوراکی تو چی هست؟ تو چی میخوری؟ آیا عادتی که دائمی مولای پیشنه تو را طعام میداد چی بود؟ میگه غلام گشت گفت که هر چیزی که برام بودی، هر چیزی بودی خوراکی من همون است. بعد از آن گفت سیم بار با پرسیدم، تو ای غلام من تو را میخرم، خواهش تو چی است؟ گو هر چیزی که تو بخواهی. گو هر وقت هر سوال از غلام میپرسیدم، غلام وابسته به خودم میکرد. میگو هر چیزی که بودی خوراکم همون است، هر چیزی بگوی نامم همون است، هر چیزی که تو بخواهی خواهشم همون است. بعد از اون میگه وقتی سوال ها ما تیار کردم، غلام یک آهی سر کشید. گو غلام چی و خواهشش چی؟ غلام باید خواستی صاحبش نگاه کنه که صاحبش از او چی میخواهد. میگه این سخنی غلام من در فکری خودم گرفتم و تفکر کردم، فکر کردم غلام چی و خواهشش چی. برادری عزیز بزرگوار، من و شما دعوا داریم که ما بنده الله هستیم، ما را چی و خواهشمون چی؟ ما باید خواستی او را نگاه کنیم که او از ما چی میخواهد. الله رب العالمین از ما چی میخواهد؟ باید خواستی الله به جا بیاریم، نه اینکه خواستی یعنی شیطان و خواهش نفس و خواهش دیگر. ما بنده الله هستیم، باید ما بنده خوب باشیم، بندگی خدا را به خوبی به جا بیاریم.